اهل بیت می‌فرمایند قالیان مسلمان نیستند. در جنگ خندق موقعی که حضرت مولا با تمام قوت حیدری ماشاءالله میخواستن شمشیر رو بر عمرو بن عبدود وارد کنن، ماشاءالله منقوله که خدا امر کرد به حضرت جبرائیل که اگر وارد این قضیه نشی زمین و زمان از هم میپاشه به ضربت حضرت حیدر. بله. و حضرت جبرائیل با تمام قدرت خودش مانع ضربت حضرت امیرالمومنین علیه السلام شد که تازه اون گرد خاک به پا شد و زمین و زمان از متلاشی شدن نجات پیدا کرد. بینندگان عزیز، شما فهمیدید چی شد؟ این آخوند قالی و افراطی شناخته شده تأیید می کند که اگر جبرئیل علیه السلام مانع ضربه شمشیر علی نمی شد، تمام جهان و کائنات با این ضربه متلاشی می کرد. پس با دخالت جبرئیل علیه السلام بود که زمین و زمان از متلاشی شدن در اثر ضربه علی بن ابی طالب نجات یافت. این ترویج غلو و افراطگری درباره امامان اهل بیت ضربه محکمی بر پیکر اسلام و قرآن و توحید است که خود یهود و نصارا نمی توانستند چون این کاری بکنند، لذا آن را به نوکرانشان سپردند. کسانی که خود را به دروغ دوستدار اهل بیت معرفی می کنند و اهل بیت علیهم السلام آنها را لعنت کردند. در کتاب نوادر راوندی آورده که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: یهلک فی اثنان محب مفرط یفرطنی بما لیس لی و مبغض یحمله شنآنی علی ان یهیننی. یعنی دو کس درباره من هلاک می شوند، یکی دوستدار افراطی که مرا با چیزهایی می ستاید که در من نیست و دیگری دشمنی که دشمنی او سبب خواری من می شود. و در نهج البلاغه نیز فرموده: هلک فی رجلان محب قال و مبغض قال. درباره من دو گروه هلاک شدند، دوستدار غلو کننده و دشمن کینه‌توز. در کتاب اعتقادات صدوق آمده است که حضرت رضا علیه السلام همواره در دعای خود می‌فرمودند: اللهم انی ابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بحق. اللهم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نعلمه فی انفسنا. خداوندا، من بیزارم از کسانی که درباره ما چیزهایی را ادعا می‌کنند که ما را در آن حقی نیست، و من بیزارم از کسانی که چیزهایی درباره ما میگویند که ما آن را در نفس خود اطلاع نداریم. در عیون اخبار الرضا علیه السلام و در جلد هفتم بهارالانوار صفحه 246 از ابو هاشم جعفری روایت است که از حضرت رضا درباره غلات و مفوضه سؤال کردم. حضرت فرمودند: الغلات کفار و المفوضه مشرکون. یعنی غالیان کافر و مفوضه مشرکند. کسی که همنشین آنها شود، یا با آنها یک جا شود، یا با آنها غذا بخورد، یا به آنها رحم کند، یا به آنها زن بدهد، یا از ایشان زن بگیرد، یا آنها را امین بداند و یا از ایشان امانت قبول کند، یا گفته های آنان را تصدیق کند، یا حتی با نیم کلمه ایشان را کمک و یاری نماید، از دوستی خداوند عزوجل و دوستی ما خارج می شود. و در کتاب خصال صدوق صفحه 64 چاپ اسلامی آمده است که امام جعفر علیه السلام فرمودند: ادنا ما یخرج به الرجل عن الایمان ان یجلس الی غال فیستمع الی حدیثه. یعنی حضرت صادق علیه السلام فرمودند کمترین چیزی که شخص را از ایمان خارج می کند آن است که در کنار شخص غالی بنشیند و به سخن او گوش دهد و گفتار او را تصدیق کند. همانا پدرم از پدرش و آن جناب از جدش علیه السلام روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دو گروه از امت من بهره‌ای از ایمان ندارند، غالیان و قدریان. و علامه مامقانی در کتاب مقیاس الهدایه صفحه 89 حدیثی از حضرت ابوالحسن علیه السلام آورده است که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ما انزل الله سبحانه و تعالی آیة فی المنافقین الا وهی فی من ینتحل التشیع. یعنی خداوند سبحان هیچ آیه‌ای درباره منافقین نازل نکرده مگر اینکه شامل کسانی می شود که خود را در ردیف شیعیان درآورده‌اند. امیدواریم که همه ما
از قالی و قالیان و از افکار غلو آمیز و افراطیشان دوری کنیم و خود را به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک گردانیم تا اینکه رستگار شویم.